سلام، کنار دریام یه چیزی رو میخواستم بهتون آموزش بدم. ببینید همه ما بازی مورپله انجام دادیم دیگه. بازی مورپله 2 نفر 3 نفر 4 نفر با هم میشن، شروع میکنن مورپله بازی کردن. یه تاس هم داره که 6 جهت داره و شانس این که هر کدوم از این 1 2 3 4 5 6 ها بیاد به اندازه شانس دیگه، اون احتمالاته و ممکنه که هر عددی بیاد. 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار حالا میندازیم، بستگی داره که چه رقمی بیاد و هیچ ربطی هم به شانس نداره، اون احتمالاته. ممکنه یک نفر با 1 بار تاس انداختن 6 بیاره، یک نفرم 10 20 بار بندازه 6 نیاره. خب میایم وسط بازی رو میریم شروع کنیم 1 2 3 برو بالا برو بالا، یه جایی مار نیشمون میزنه. یعنی مثلا 100 تا خونه داره و بری خونه 100 تا برنده بشی، تو خونه 30 نیش میخوره، یکی تو خونه 40 نیش میخوره، یکی میره تو خونه 80 نیش میخوره و حدود 40 تا خونه میرزه پایین، میاد پایین دوباره از نوبت بزنه. بعضی ها هستن که ما رو بزرگ نیششون میزنه، مثلا تو خونه 98 نیششون میزنه میان تو خونه 2. دیدین دیگه، معمولا اونایی که ما رو پله بازی کردن دیدن، اونایی هم که بازی نکردن حتما برن ببینن. ما رو پله بازی بسیار جالبیه. حالا یک نکته خیلی جالب و اساسی داره توی فکر کردن و این که ما چرا به خواستمون نمیرسیم هم بسیار شباهت داره به بازی ماروپله. من اینجا وایسم بکنم بهتر. به بازی ماروپله چطور؟ وقتی که ما یه چیزی رو میخوایم، از اونجایی که مشکلات رو هی نگاه میکنیم، مشکلات سر راه، مشکلات پیش رو، مشکلاتی که ممکنه وجود داشته باشه، احتمال این که 6 بیاریم و وارد اون بازی بشیم هی کم میشه. چرا؟ چون ما هی میترسیم از اون ور، دلمون میخواد 6 بیاریم ولی دلمون نمیخواد 6 بیاریم. چرا؟ چون داریم این همه مار رو وسط اون صفحه میبینیم و میگیم اون نکنه من نیش بزنه. حالا چون بازیه و حالا بازی ماروپله بازیه ما میندازیم، ولی تو بازی زندگی، تو بازی که واقعیه و اصلا بازی نیست و یک بازی واقعیه، ما میترسیم و اینقدر بهمون گفتن که با ماروپله با بازی واقعی زندگی فرق میکنه، ولی اصلا فرق نمیکنه، همون عین همه. وارد میشیم با ترس و لرز و جسارت و خب 90% آدم ها 80% آدم ها وارد نمیشن. اون 10-20% که وارد میشن با ترس و لرز و احتمال اینکه لطه پار بشن نیش بخوره اینا ورود پیدا میکنن. وارد میشن چه اتفاقی میفته؟ وارد میشن و شروع میکنن تاس انداختن. اولا که چون نمیدونن چطوری تاس بندازن، احتمالاً شانسکی قانون احتمالات یا رقم هایی میاد که خوبه براشون و از کنار مارها رد میشن. یعنی مشکلات، اتفاقاتی که ممکنه باعث ورشکستگیشون بشه، مسائلی که ممکنه باعث نابودیشون بشه وجود داره، ولی شانسی از کنارش رد میشن چون حالا جلوی اونا قرار نمیگیره، ولی میرن و میخورن به مارها و از اون بالا با کله میان پایین. توی زندگی واقعی تعداد افرادی که اگه از خونه مثلا 30 آمدن خونه 3، اگه از خونه 40 آمدن خونه 10، اگه از خونه 80 آمدن خونه 30 و اگه از خونه 98 مارنیششون زد اومدن خونه 2 دوباره شروع بکنن، بسیار کمه که عده‌ای برگردن دوباره شروع کنن. چرا؟ چون فکر می‌کنن کارشون تمومه. اونا نمیدونن که زندگی واقعی با بازی ماروپله تفاوتی نداره. و نکته مهمتر این که اون افراد نمیدونن که توانایی اینو دارن که با اختیار و اراده خودشون دستور بدن که مهره رو چه عددی بشینه، 6 بیاد، 5 بیاد، 2 بیاد، 3 بیاد. افراد حرفه‌ای میدونن توی مسیر زندگی چیزی رفت تو پا. افراد حرفه‌ای میدونن توی مسیر زندگی مار هست، منفی هست، ورشکستگی هست، مشکلات هست، میدونن. ولی اونها میدونن که از همون اول که شروع کردن با هدف رفتن به خونه 100 و رسیدن به اون هدفشون اقدام کردن و میدونن که بالاخره میشه و میدونن که شده
و میدونن که میرسن. برای همین اونها مارها رو از پیش میبینن، میدونن این مشکلی ممکنه پیش بیاد، میدونن یه اتفاقی ممکنه بیفته. با خیال راحت، با آموزشیدن، یاد گرفتن، تفکر و درست فکر کردن. ببینید در مسیر زندگی مارها همون افکار منفی هست. یک آدمی که هی وارد یک مسیری میشه و هی به یه فکر منفی فکر میکنه و روش وای میسه، انگار که خودش انداخته جلو مار، پقی میفته پایین. افرادی که 100 بار شکست میخورن و بعد آخر به هدفشون میرسن، اینا کسانی هستن که مثل بازی مار و پله هی میرن مار نیششون میزنه، ولی چون لجباز هم میخوان به هدفشون برسن میرسن. خب این فرد میتونست با یک بار بازی به خونه 100 بره. چطور؟ اجازه نده فکر مثبتش قطع بشه و فکر منفی بیاد جاش، چون فکر منفی مثل یه مار پرد میاد پایین. پس نتیجتا ما میتونیم با یک بار ورود تو بازی بریم به خونه 100 و به هدفمون برسیم. نیازی نیست که لتو پار بشیم 300 بار 400 بار نیش بخوریم، 400 بار ورشکست بشیم، 400 بار داغون بشیم. از اونجایی که ما اطلاعات لازم رو نداریم که چگونه، چطور، به چه وسیله‌ای میشه با یک بار ورود کردن به خونه 100 رسید و به هدفمون برسیم، دوچار نیش خوردگی میشیم. اگه آدم معمولی باشیم که با نیش اول دوم ول میکنیم میریم، ولی اگه آدم لجبازی باشیم و واقعا هدفمون رو بخوایم، با 100 بار نیش خوردن و پاره پوره شدن و ضربه داغون شدن باز به هدفمون میرسیم.